رولکس یکی از لاکچری ترین برند هاست که سرمایه‌ای بیش از 8 میلیارد دلار در اختیار داره. تاریخچه رولکس برمیگرده به حدود 1 قرن پیش و با نوجوانی یتیم به اسم هانس ویلزدورف که ارثیه‌اش به دست عموش رسیده بود شروع میشه. هانس هیچ چیز جز شور و اشتیاق برای مقابله با موانع زندگیش نداشت. اون از شهر خودش به کشور دیگه‌ای مهاجرت کرد. بعد از چندین سال کار کردن تصمیم گرفت به دنبال علاقه اصلیش بره و یک کارگاه ساعت سازی راه بندازه. این شغل اون رو به سمت یک بیزینس ساعت مچی مدرن هدایت کرد و سرنوشت خودش رو عوض کرد و تونست یک امپراتوری میلیارد دلاری راه اندازی کنه. تو این ویدیو قصد داریم تاریخچه برند رولکس و زندگی نامه این شخص رو مشاهده کنیم. یادتون نره که برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. هانس ویلزدورف در شهری به اسم کومباک در آلمان در 22 مارس 1881 متولد شد. اسم مادر او آنا و پدرش جوهان ویلزدورف بود. خانواده اونها به خاطر ارثی که از پدر بزرگشون بهشون رسیده بود موقعیت شغلی مناسبی داشتن. اونها یک کارخونه فروش آهن رو اداره میکردن. در سالهای بعد مادر هانس مریض میشه و در سال 1892 از دنیا میره. همه چیز وقتی برای خانواده ویلزدورف بدتر و تاریکتر میشه که پدرشون هم 1 سال بعد مریض میشه و از دنیا میره. قیم اونها عموشون شده بود و عموی اونها تصمیم گرفت که به شغل خانوادگی اونها پایان بده و کارخونه فروش آهن رو بفروشه. با بخشی از اون پول هر 3 نفر اون بچه‌ها رو در یک مدرسه خصوصی بسیار خوب ثبت نام میکنه. اسم اون مدرسه ارنستیوم کوبرگ در بوریای آلمانه. هانس از تصمیم عموشون برای گذاشتن اونها در شهر دیگه ناراحت و افسرده شده بود و خودش رو به چشم یک غریبه در اون شهر میدید و به خاطر مذهبی که داشت توسط بچه‌های دیگه اون مدرسه مورد تمسخر و آزار قرار میگرفت. هانس برای اینکه حواسش پرت ناراحتی‌ها و افسردگی‌ها نشه تصمیم گرفت که کل تمرکزش رو روی درس خوندن بذاره و هر چقدر زمان جلوتر میرفت میفهمید حتی با اینکه از تصمیم عموشون خوشش نیومده بود اما اون تصمیم یکی از مهمترین دلایل موفقیتش شده بود. هانس به کتاب خوندن علاقه پیدا کرده بود و تبدیل به یکی از دانش آموزان ممتاز مدرسه شده بود. او استعداد بسیار خوبی در یاد گرفتن زبان و ریاضیات داشت و در حال یاد گرفتن زبان انگلیسی و فرانسوی در آن واحد بود. اون به سفر و اکتشاف علاقه داشت و میدونست این 2 زبان خیلی به کارش میاد و حتی بعدها زبان فرانسه بود که نقش مهمی در آینده او ایفا کرد. در طی مدت زمان تحصیلیش اون با یک فرد سوئیسی دوست شد. اون فرد داستان‌هایی از محل تولدش در لشو د فون، یک شهر در سوئیس که به عنوان یک شهر معروف در تاریخ صنعت ساعت سازی شناخته میشد تعریف میکرد. هانس به شدت شیفته اون مکان و صنعت ساعت سازی شده بود. هانس که بعد پایان تحصیلش از طرز زندگیش خسته شد مدرسه شبانه روزیش رو در آلمان ترک کرد و در سن 19 سالگی به سوئیس مهاجرت کرد. در اون سن تونست یک شغلی به عنوان شاگرد یک مروارید فروشی بین المللی پیدا کنه. اون شرکت مرواریدها رو از بازارهای مختلف جهانی می‌خرید و اونها رو برای فروش به جواهر فروشان دسته بندی می‌کرد. هانس میدونست با اینکه اون شرکت چیزی رو خلق نمی‌کنه اما همچنان سود زیادی به دست میاره. اون خودش رو غرق در یاد گرفتن مهارت‌ها و تاکتیک‌های تجاری کرده بود و به یک فروشنده بسیار موفق تبدیل شده بود و پول خیلی خوبی نسبت به سنی که داشت به دست می آورد. تا اینکه یک روز نامه‌ای از دوستش در شهر لشو د فون دریافت کرد که به اون یک پیشنهاد کاری در شرکتی به نام کونوکوردن داده بودند. اون شرکت یکی از بهترین و با کیفیت ترین ساعت‌های اون زمان رو درست می‌کرد. با اینکه شغل هانس درآمد بیشتری نسبت به کاری که به اون پیشنهاد داده بودند داشت، اما کنجکاوی هانس برای رفتن به اون مکان و ورود به صنعت ساعت سازی باعث شد که اون پیشنهاد رو قبول کنه و در سال 1900 به اون شهر مهاجرت کنه. به لطف مهارت انگلیسی که هانس در مدرسه یاد گرفته بود، اون رو به عنوان خبرنگار و منشی با حقوق ماهانه 80 فرانک سوئیس استخدام کردند. همچنین اون مسئول بسته‌بندی کردن صدها ساعت جیبی و تایید سلامت اونها به طور روزانه بود. همین باعث شد که اون بینش فوق‌العاده‌ای نسبت به ساعت سازی
و اطلاعات زیادی در مورد نحوه دقیق ساخت ساعت به دست بیاره. زمانی که هانز در سوئیس بود به عنوان یک شهروند آلمانی حساب میشد و مجبور بود به کشورش برگرده تا خدمت سربازیش رو به مدت 2 سال انجام بده. بعد از خدمت سربازیش اون به لندن رفت تا برای یک شرکت ساعتسازی پیشرفته دیگه کار کنه. الان اون مسئول پیشرفت فروش ساعت‌ها شده بود. در مدت 2 سالی که برای اون کمپانی کار میکرد اون موفق شد تا مشتریان زیادی به دست بیاره و فروش اون شرکت رو چند برابر کنه. طی یک مدت زمان اون تصمیم گرفت که شغل خودش رو راه بندازه و الان هر چیزی که در مورد صنعت ساعت سازی و نحوه فروشش بود رو به خوبی یاد گرفته بود. در همون دوران هانز با همسر آینده‌اش فلورنس فرانسیس هم آشنا شد و کمی بعد با هم ازدواج کردند. یک روز که هانز با برادر همسرش ملاقات میکنه و در مورد زندگی و برنامه‌های آینده‌اش حرف میزنه، به اون میگه که چقدر به صنعت ساعت سازی و راه اندازی مغازه خودش علاقه داره. آلفرد برادر همسر هانز یک شخص ثروتمند بود و وقتی که انقدر شور و اشتیاق هانز رو دید تصمیم گرفت که به هانز کمک کنه و اگه به سرمایه هم نیاز داشت بهش پول کافی رو بده. در سال 1905 اونها شرکتی به اسم ویلزدورف اند دیویس که فامیلی هر دوشون بود راه انداختن که بعدها اسم این شرکت به نام رولکس تغییر کرد. اونها اول از همه ساخت موتور ساعت رو شروع کردند و برای فروش گذاشتند و تونستند با یک شرکت سوئیسی به اسم هرمان اگلر همکاری کنند. در اون موقع هانز متوجه شده بود که ساعت مچی اکثرا توسط خانم‌ها به عنوان یک جواهر استفاده میشه و مردها اکثرا از ساعت جیبی استفاده میکنند که نسبت به ساعت مچی ابعاد بزرگتری داشت و همین باعث دقیق‌تر بودن اونها میشد. ابعاد کوچک ساعت مچی باعث میشد عقربه‌های اون ساعت یا خیلی تند یا خیلی آروم حرکت کنه. همین باعث محبوبیت بیشتر ساعت جیبی بین مردها شده بود. اما برای شخص خلاقی مثل هانز این کار که هر بار برای نگاه کردن به ساعتش رو از جیبش در بیاره کار دلپسندی نبود و همین باعث رسیدن ایده ساخت ساعت فوق‌العاده دقیق و بی‌نظیری شد. اون چندین سال زمان رو صرف تحقیق در کشورهای اروپایی کرد و با تعداد بیشماری ساعت ساز ملاقات کرد که بتونه حتی کوچکترین ترفندهای ساخت یک ساعت رو به دست بیاره و در همون دوران اون شروع به فروش ساعت مچی هاش کرده بود و هر بار که ساعت جدیدی میساخت پیشرفته تر و دقیق تر بود و در نهایت در سال 1908 شرکت اونها به یک شرکت بزرگ تبدیل شد. حالا که شرکت اونها به یک غول ساعت سازی تبدیل شده بود هانز میخواست یک اسم خیلی با کلاس انتخاب کنه که هم گفتنش راحت باشه و هم هر کسی با هر زبونی بتونه اون اسم رو به خاطرش بسپاره. همچنین اون اسم باید کوتاه باشه تا بشه روی ساعت قرارش داد. بعد از کلی تلاش و ترکیب کردن حروف الفبا اون به اسم رولکس رسید و میدونست که این اسم به شدت قرار معروف بشه. چند روز بعد اونها اسم رولکس رو جایگزین اسم قبلی کردن و چند سال بعد اسم رولکس به یک برند معروف ساعت با کیفیت بی‌نظیر تبدیل شده بود و افراد ثروتمند زیادی از این ساعت مچی استفاده می‌کردند. سال 1914 شده بود و جنگ جهانی اول آغاز شد. اگه می‌خواید داستان کامل جنگ جهانی اول رو هم بدونید میتونید ویدیوش رو توی کانال ما مشاهده کنید. جنگ جهانی اول آغاز شد و اکثر ساعت سازی های اروپا ورشکسته شده بودند اما هیچ اتفاقی برای رولکس نیفتاد و حتی باعث معروفیت بیشتر این کمپانی هم شد. اما چرا؟ چه چیزی باعث شد که این کمپانی معروفتر بشه؟ ارتش آلمان به دنبال ساعت های دقیق و محکمی بود که برای سربازهاش تهیه کنه و متوجه شده بود که رولکس این ساعت ها رو تولید میکنه و حتی خیلی راحت‌تر و امن‌تر نسبت به ساعت‌های جیبیه. در اون زمان رولکس انقدر معروف شد که افراد بیشتری هم استخدام کرد که فرایند ساخت ساعت‌هاش سریع‌تر بشه و یک دفتر بزرگتر در لندن باز کرد. دولت انگلیس وقتی که دید رولکس داره به ارتش آلمان ساعت میفروشه روی ساعت‌هایی که از کشور خارج میشد مالیات 33% بست. همونطور که میدونید در جنگ جهانی اول انگلیس دشمن آلمان بود. همین باعث شد هانز به سوئیس مهاجرت کنه که هم از زیر بار مالیات در بره و هم چون آلمانیه در جمعی از انگلیسی ها نباشه. در اون زمان مردم بریتانیا از آلمانی ها خوششون نمی اومد. شرکت رولکس در حال رشد در تمام اروپا بود و شهرت جهانی پیدا کرد.
اونها تو کارشون بسیار موفق شدند و الان نوبت قدم بعدیشون بود، یعنی ساعت ضد آب. در سال 1926 رولکس ساعت جدیدش رو به نام رولکس اویستر رونمایی کرد. اولین ساعت ضد آب در دنیا. این مدل ساعت به قدری محکم پلم شده بود که محافظ در برابر آب تا عمق 100 متر بود. این یک انقلاب در صنعت ساعت سازی بود و هانز میدونست که توجه مردم رو به شدت جلب میکنه. اما هانز منتظر یک فرصت طلایی بود که چندین برابر بیشتر باعث رسیدن خبر این ساعت به گوش مردم دنیا بشه. در سال 1927 خبری از یک زن به نام مرسیدس گلایتزه به گوش هانز رسید. اون یک شناگر بسیار ماهر بود. این شخص انقدر ماهر بود که میتونست بین انگلیس و فرانسه رو شنا کنه. مردم باور نمیکردن که اون زن میتونه همچین کاری کنه. پس اون تصمیم گرفت که یک بار دیگه این رکورد رو جلوی تعداد زیادی از مردم بزنه. همین باعث شد هانز فرصت طلاییش رو پیدا کنه و اون ساعت رو به حالت یک گردنبند به اون زن داد. بعد از 10 ساعت شنا کردن اون رو از آب در آوردن. آب به طور مرگباری سرد بود و چیزی که اونها متوجه شدن این بود که ساعت رولکس به خوبی و درستی کار میکنه. همین خبر مثل بمب در اروپا ترکید و حتی روزنامه ها هم چاپش کردند. یک کار جالب دیگه ای که اونها کردند این بود که در هر فروشگاه این مدل ساعت رو در تنگ ماهی انداخته بودند و وقتی که مردم برای خرید می اومدند این ساعت رو در آب شناور می‌دیدند. برای تبلیغات بیشتر هانز در سال 1928 تصمیم گرفت که ساعت‌هاش رو با یک مدل معروف بریتانیایی تبلیغ کنه و هرچی جلوتر میرفت موفقیت‌های این کمپانی بیشتر میشد تا وقتی که جنگ جهانی دوم آغاز شد. رولکس به خاطر اینکه رئیس کمپانیش یعنی هانز آلمانی بود مورد تنفر بسیاری از کشورها قرار می‌گرفت و اوضاع اونها خیلی سخت شده بود. همین اتفاقات برای رولکس مشکلات بسیاری پیش آورد. همه چیز وقتی برای هانز سخت‌تر شد که همسرش هم فوت کرد. اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم همه چیز دوباره برای رولکس خوب شد و فروشش به شدت افزایش پیدا کرد و چند برابر شد.